ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 30 ماه سال 2023 از بازداشت جوانی خبر داد که ویدیو لحظه دزدیش در داروخانه قبلا در اینترنت نشر شده بود. بنا به اطلاع رسمی، در نتیجه گذراندن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا شهروند نظرف امیجان سال تولدش 1996 استقامت کننده نویه وخش دهه نورآباد همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. قابل ذکر است که نوار لحظه جنایت دزدی نامبرده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر گردیده واکنش‌های منفی شهروندان را به میان آورده بود. ضمن سنجش معین گردید که نامبرده صحنه 26 ماه سال جاری تقریبا ساعت 05:26 دقیقه به داروخانه واقع در نویه سینا کوچه سعدی شیروزی وارد گردیده از خواب بودن فروشنده استفاده نموده از آنجا یک عدد پلنشت تمغه ایپاد را تصرف نموده از جای حادثه فرار نموده است. نامبرده با صادر نمودن این عمل جنایتی خود به جبر دیده جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه به مبلغ 15,000 سومانی ضرر رسانیده است. بعد بازداشتش از گمانبر شونده نظرف امیجان پلنشت را بوده شده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره شده است. میلیسیا گفت این زمان نسبت به گمانبر شونده نظرف امیجان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی مواد ضروری ترتیب داده شده و دیگر حالت‌های احتمالی در چنین جنایت‌ها دست داشتن نامبرده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. خود امیجان نظرف برای شرح قضیه دسترس نیست.